Салом аз Тоҷикистон. Om از London, Angliya. Чӣ ҳол доред? Ба чӣ корҳо машғулед ҳозир акам? Hozirda navai kor omadem, امروز اومدیم به کار حضور رفتیم. صد شب کار میکنیم Он روز. он чӣ кор аст, ки шумо шав мекунед ва чанд соат аст? 8 ساعت کاری در گستینسه کار میکنیم حضور. Мгм. خب Чанд муддат шид дар гостиниса кор мекунед? یک دو ماه زیاد شد. یک دو ماه Душвор нест? نه قدر کار کنم نیست خیلی فیزیک نه. Шумо чӣ вазифа доред ва умуман бояд кадом корро анҷом бидиҳед? در حاضر میگون مهمون اگر یکون چیز طلب میکنم مقصد میبریم اون میکنم کم دادم که کاری سبک. میگن که فلان کامنت‌ها چیز در کاره نه زومای پاستا در کاره شفکه کامنت 616 میره تاق میکنی کامنت را خب میتونیم چیزا میگردیم. пеш аз ин чӣ кор мекардед? Бале. در اینجا از جمعی مردم خدمت دار بچه های خدمت آمده سن سوزان یک ویزا نمودی است که کار در فرمه های انگلیا میشوند. Мгм. مانند هم ما هم با اون نمودی ویزا آمدم که ما زبان انگلیسی را که میدونم باید خیلی با خیلی کاری که اگر سختی بگیرم خیلی چی باشن قدر نمیتونم استاد اصلا باید در جای باشم که آزاد باشم بگردم ببینم آدم وقتی مشترک نمیتونم Мгм. بعد 27 هفتن که ما معلم کار معلم انگلیسی تا گفتم معلم تو انگلیسی را میدونی جایی نیست تو چی هم لندن برای بعد اومدیم هم که لندن اینجا گشته سیم کار کنیم. سلام علیکم بچه های نجاشته خیلی کاره هم که این کارا بالا میکنی با خیلی پاک دروزه سه میره بو تو نه بولو رو کرچی میبردارم خیلی هم خیلی میزنم بالا میکنیم همین کلیم کارا چند خری که تو رستیم کلوب نیکارا رستیم خطی باید بارو باشه هم خیلی تو نفسم میگیریم مرحمت هم سبا کانتر کچی داشته باشم نه مرحمت ягона сабабе ки шумо аз он ҷо баромадед ин душворӣ кор буд? نه کار دشوار آمد خیلی دشوار هست نه که ما حساب دشوارش نبرم ساعت کاری کمتر بدن راستی соати корӣ اما камтар گفتم шавад که ин بسیار نقصد هم چقدر با ساعت کارش کمتر بود دیگه توقعی که نمیگیره گفتم چی وقت کنارم امی وقت ساعت با سومی بیشتر مقصد کار نکنیم ما اساسی که خیلی سوم میگم نه که ما اساسی پای امکانیت میشه در اوج امکانیت نبود اوج پروسه تدام دم فرمایی خیلی بچه خدمونن با مردم اوکراین مالدوان خیلی مردم هستن خیلی گشتن کار بود аз он ҷо баромадан душвор нест? اوج برآمدن یک دشواری ندارم خیلی میبروی میبینه که کمتر مشکلی میشه بعد ممکن که دیگه آماده نتونی فرما مشکلش هم خیلی Мгм. Яъне бе ҷангу ҷанҷол мегӯянд раво тамом ҳамин хела? آها ما هم خیلی آمدیم مقصد جای افتیم کار افتیم دیگه ایستادیم نرفتیم بلکه بچه ها هستن که چی منویسن خیلی مکتوب منویسن آموزا که مثلا ما بحث میکنیم مسابقات میریم خانه ما نکردیم درستی
که باید همچون مهاجر کار کنن ده. اگه همه نمود کار است که اینجا مقصد زیادیست آدم میکنه که آدم فهمیش چند خدا مقصد زیادیست چی میگه. اگر به این نمود ویزا بیاد در هر جا کار دارم میگیرم بیرون از فرما. یکم سوالش همی ادیم وقتی که برآمدن از فرما بسیاری بچه‌ای که واسه زبان هم بدونن چی نمیتونن محیط تدریسی کار میکنن فقط هم کورسی هم میکنن. با این نمود ویزا گفتید یعنی باز کدام نمود ویزا ها وجود دارد و تاجیکان عموما با دیگر نمودها را میروند؟ کم آدم رو میشناسم که آمدگیان با کاری ویزا دیگه نمودا کتی برای که او آدمی هستن که مثلا ممکن پروگرامیست خوب هستن شرکت ساز میکنن زبان ساز میکنن خیلی هستن ابو خیلی استودنتس که هم هسته که میتونی که مثلا هم بخونی هم کار کنی. حاضر چند دقیقه پیش گفتید که در فرما من امکانیت میجستم اونجا امکانیت نبود. یعنی حاضر کاری که من در گستینسا میکنم من بیشتر برای امکانیت یافتن میکنم. کدام امکانیت ها؟ امکانیت یکمش که آدم بسیار قطعی مخری آدم هر مستطیع آدم که هر زمان بعد فهمیش هم زیاد میشه چیزی نو یاد میگیری او فرما خیلی جای مختلف استفاده مشکلی که کشتی آموزش در جای ماشین را باشه هرچند کار کنی آمده که مختلف هم آمدی برای کی ویزا شما تمام میشه؟ مالی تو آخر نویبر فرض کردیم که آخر نویبر شد چیکار میکنی؟ همین جالب دامی فکر زدی ماجرا ده که چیکار کنم یعنی یگان راه میابید و فکر خودتان انشاءالله هستیم ناامید نیستیم و حرکت کشیم که تو بیاریم. یعنی همین گونه تجربه هست که یگان کس رفته باشد با ویزا 6 ماه و همون ویزا زیاد شده باشد تمدید شده باشد و کاری دیگر کنه. خیلی حالی نمیدونم میگن که فقط دو طرف هسته که من پرسپوز کردم چه مقصد رای قانونیش غیر قانونی میفره تو سر کردنشونه قانونی باشه هم یک پای همش که ما همی کارش هست ما چه سپانسر چه هستیم عینا هم خیلی با آدم میایی که ترنج سپانسر کنه میتونی استفاده چی کار کنه باشه چی هم جایی که مثلا کار میکنیم و انشالله آدم در گستنچه کار کنم هم گستنچه اگر بخوام رسم میکنم ویزا را تردید میکنم مثلا مسئله اهل و عائله چی میگن در همین فکرهای شما دعوهای شما؟ عائله را خوبیش نمیگه که میگن که همون یک طریقی که خودت ساز باشی مثلا نشه شما هم یک طریقه است که خودتان ساز باشین. کار کسی مکنی تو که خدمت دیگه همون پیدا میام کسی که دام برسه هم خونه را میسازم. سلام باشه. همین نگفتید که معاشی فرما زیاد بود که از گسینسا قریب یک بگه میشه اگه خیلی زیادتره برای که اگر روی ساعت کارش بگیرم سمت بگیرم اونجا 10 فونت بود همین جمع دام مثلا که 10 فونت کار میکنه خیلی ما 11 ساعت کاری خب همون 8 ساعت کار میکنم اونجا 7 ساعت 6 ساعت میشه 10 ساعت کار میکنم اما نه همه وقتی که تمام فرمایی هسته که سومی ساز کار میکنن نرمال کار میکنن اگر سیزون باشه خوب باشه شو کار میکنم در فرما برای جای خوب برای خورد خوراک پول میسپردید شما میخواد؟ درست در اینجا چقدر است؟ جامعه اینا نموخد با فکرم خورد خوراک بسیار قیمت است نه؟ در چون که در اینجا کار میکنن در نظر من نمیکنم سو بس سومش و چیزی خودش نرمال نه به فکر ما این در چشمی مردم خودش قیمت میتونه مسئله از اینجا فکری رفتنتان چقدر شد؟ یعنی چی فکر کردید که باید شما انگلیا بروید؟ من اول در تاجیکستان کار میکنم معلم نمیشه بعد مسکو رفتم با وجودم در یک چند برادرم توصیه دادن که بسپر من پرنامه بوده و در شیناس گذشت آمد یکم بعد دیوای خیلی بیامون آمد حرکت خیلی حرکت کردیم خیلی دورم در تاجیکستان معلم زبان انگلیسی بوده. درست کجا را شما ختم کرده گید؟
ادارتی کلاب. مهم. چند سال تجربه معلمی دارید و برای چی رفتید عموما؟ یعنی معاش کم بود؟ نه یک معلم انگلیسی در معاش کم نیست اگر برکت کنیم سفر کنیم سوز علمی یگونه کس چیه هم زبان خارجی یگونه چیز است که اونجا نتونی سوز کار کرده اگر کسی که محنت نکنه خیلی یک چهارم کورس بودم سر کنم در استرالیا چند کورس بعد یک ده سال زیاد کار کردیم. در صحیفه اساسیتان پرستوی بوی بعضا ویدیوهای معلوماتی دارید که کار در فرما چگونه است، کار در گستینسا چگونه است، هم خیلی هست. از اینها برای شما چی فایده میرسد به فکر خودتون؟ ما در فکر فایده از راستی نیستم مطلب بشه. شما زیاده از 40,000 подписчик دارید هم خیلی؟ اونها با کدام راه ها آمدن؟ با همون راه گیو هم خیلی ها این که اینا ارگینال هم؟ ارگینال هم هستن آدم ها بعد همی گیوی که بیروز بوده کم باید سرکلاس دیم بعد آمدن به شیره همجا آمدن فکر نیستم به فکرم. باید نباشم. از شما صحیفه دیگر دارید انگلیسی با شاهین. بله درست. در اونجا چخیل مردم برای مردم انگلیسی را شما می آموزانید؟ کم تر دوجه استیکر دیسم کمبالی امون را باید محسوس هر بشته کار کردن در کره امودا سر کردن امنیت اساسی امون اجرا ده یک کم تر یک نقشه پلان ترتیب دادن در توکی سر کنیم او را وارد کردن در کره برای که چیزی اساسی ما همه کسب باید همون کار کنیم. برای انگلیا رفتن مردم یگان یاردم کرده میتونید شما؟ حاضره یاردم فقط معلومات دادم میتونم معلومات دادم میتونم که میشه مثال آدمی زنده که همینجا هستن مثال چیکار کردن در چیکار کردن کردن دارم میتونم فهمونده با چنین فهمشی کنم یاردم با میبینیم خود که حدیثمون بیاید چیزی هم میتونیم دو روز زدم یک مردم به شیطار پرابلم سوم میبینن سوم نیست میگن نمیتونیم رفته آدم را میدونم که گذشته کنیم پروگرام آدم نیومده گفت که از خودش کلانی بده پکریات نمیکنه مقصد ای خیلیش هم است بعد روز در یک گفتم که همین کسی که میگذره ما هم قدر با باوری گفتم میتونم که همینجا هست نمیم تری با همون قدری که همون کسی که میگذره امکانیت اومدن نداره ما اون را دستگیری کنیم برای اومدن همون قدر هم میتونیم بید همین یک بار ابزار نمیگیم که یعنی یک آدمی عادیه که در تاجیکستان میخواد که برای در بریتانیا کبیر کار کند یعنی قدم به قدم چخیل باید برود و چخیل به کار بدراید چخیل همین کوتاه که بگوید. خب هم سایت هایی که کار قبول میکنن از طرفی همین حکومتی ولیت بریتانیا هستن فروتفول جابز اما از همه گلاو میشه بگیم اساسی شرکت با پاسره میگیم داره کمپانیایی که در روسیه کار میکنن در اوکراین کار میکنن مثلا در قزاقستان هستن مثلا چند دولت هستن کار میکنن یکی از اونها اگری اچ ار که هم میدونست اگری اچ ار رو خطونه اما که کمپانی رسیسته مثلا امو قطعی بسیاری بچه خودمون با امگسته امو اومدن خب امو در ضعیف که پاتوفتان اساسی حاضر قبول نکرده صنایع میخواد ضعیف کشون رو محکم کردیم و وقتی که همون سر میشه ضعیف کنیم پارتن مقصد قدم به قدم آخر یکم ضعیف کنیم پارتن ضعیف کشون قبول کردن آنلاین ضعیف که سبیسید و نشون میگذارن آنلاین امی اگری یگونه پروگرام است که هم آنلاین سبیسید و میگیره هم اوشنی فایروز میکنه با روبرو مقصد و دیگر روش است تو مگذاری آنلاین تمام دیگر ویزا و انکیتات روی میکنن میسپریم یکم ترخه مرکب تره بعد با ورقه چی داغ سوتی نداشتن میپرسن خالصو مقصد نمای تپا را گذاشتین اگر سبیسید ونی اما آنلاین شه سامی کلانی اگر رای را گذاشتین و آشنیشته دیگه هیچی نیسته برای که میرین اما اکترین بروده میشید روز هم میفهمونن رو بارو هم کار خیلی شرایط خیلی همسرا میفهمونن اما جواجه قبول میشه اما روز ده یا که یا چند روز پس روز فرما میگه فرما را انتخاب میکنی کدام فرما دانه راکی اون تر دیگه ایمو تزی باید شده کم ایمو کرو پرسس تز شده
بچه‌ها دیگه هفته پس اومده دیگه خیلی 3 روز اومده دیگه تا 10 روز پس приглашение طرف فرم میاد که در کاسنامرش میگن در اساس همون کاسنامر بعد ادامه میتونن که در ویزا و سنتر برام برای ویزا بسپرن. خب بعدی که ویزا را سپردن ویزا گرفتن اتکاز قریبی نشدگی بعد مقصد نمیشه برای که اساسی همون ورقه اسپانسره که پرابلم نیست اگر در آدم خودش پرابلم نباشه مثلا یگان قانون یگان دولت وایران نکته باشه که سود نشدگی باشه یگان پرابلم چی نداشته باشه میگذره دیگه به یگان چی زبان دانش هم بسیار آدم برای زبان دانستنش سوال میکنن که ندونه میشه در کار فرما میشه همون اگر روسی یگان که بدونید همون سبسید بنره بگذاری مقصد سمی دوام نمیده در ویزا و سنتر هیچ کتره نیست که یگان که فیزیوتی مقصد میره بیومتری میگیرن حتی چه پاس میگیرن شو متری میرم 2-3 هفته در ویزا تیار میشه. همین تو ویزا دوام بخشش دوام خب بعدی که ویزا را گرفتن باید چند روز پیش بود قریبا 20 روز پیش خطا نکنم اگر خوش ندانی روزانه میدونم باید همون خب پیشه که ویزا را با اون فرما رو اکنیک مقصد نمی آدم تیارن میگن فلان روز دوجه روزش معلوم بیاد باشه و میگن جای ایرپورت میگیرنشون بلیتشون هم میگیرن یک جای پردنی باشن میگن ایرپورت استچت میکنن اتوبوس و هم چند کسی باشن میبرنشون با اونجای در کره بعد کار همونش دیگه کار ترک در فرما میشه یه روز اگر امروز برای برسی دیگه ده امروز کنه یا روز پگشته بعد میبرن آفیس میبرن همه آدم گروپ اینا رو بگیره با میفهمونشون یا بود که قانون قاعده و برای همونجا کنترکتور امضا میکنن همه را تمام میگن که جداً اگر یک روزی دیگه نه ما 2 روز استودیم 3 روز استودیم بس سر جدول میبره همونجا ما میبره مقصد کد میتونم همونجا تمام کار سر میکنه میرفتن میگیره در عموم چند پول میرود برای اومدنش بله ای کمش سر کنیم اگر روزی یک شناسی که اومده شکایت ده کار میکرد اون باز کار فرما را تشنه سرشون کردن چی پرابلم میشه که سرشون برن مقصد اومدن اینجا اون بچه در روسیه به خودش ما روسی رجیستر کردن ممکن است اساسی به هر کس خودش رجیستر کنه خیلی چه گفتم مال خیلی کس کردن نمیشه شناسی بود دوستی نمیشه کردم رجیستر گذاشت ویزا شانس چیکار گرفت ما ویزا و سنتر تاجیکستان ببرد تاجیکستان داره یک سیزوندن خواهی رفتن چند روزی همجا گذروندن یک فتوک بود تاجیکستان سپارید ای تاجیکستان ویزاش گرفت خانه در که بود رسپورت کمتر شد هم خانه را رفتید و تاجیکی حسابش کردیم 8,500 ما گفتیم که همین کرو با بگیمش اگر 10,000 سومون کمی کم رسپورت میتونیم حساب ای 10,000 اما ای همون 80,000 زیاد رسپورت کردیم اما خودش هم 10 زیاد میشه بچه بودن که 100 تا زیاد رسپورت کردن یا بچه دیگر را گفت زدیم که 130,000 روبل رسپورت کردم برای که ازبکستان رفتم در ازبکستان رسپورت کلان بود ما در ترکیه گرفتم ویزا را خیلی ترکیه در رسپورت کلان بود نرمال بود یعنی 10-12 هزار تومان نقشه را باید گرفتن در کره میخیر تومان بالا ها بله شما در همون اکتوال اینستاگرام تون دیدم در ازبکستان هستید در روسیه در کازاخستان در ترکیه در همه جا هستید چقدر رفتید برای چی رفتید اون دولت ها 2019 بوده که چی رفتیم کازاخستان رفتیم چرا از ازبکستان برای خارج ازبکستان همی صحبت کردیم فستیوال رفتیم فستیوال مالدیوش سنترال ازیاتسکی فستیوال مالدیوش به 2019 ختم کنم خشم بود ترکیه برای ویزا رفتید اما خیلی ویزا روسیه برای کار کنی در روسیه چی کار میکردی؟ برای که اول رفتگی بود دقیق نداشتم استرویکا دقیقی کنتر کار کردم تو دقیق کردن یک ماه هم خیلی کشید بعد مگزین گذاشتم ما بگم کدام اسم که کاری نفرم که هم جسمانی خدمت هم بودم برای که خدا نقل داده هر کس باید عقل استفاده بره در جایی که کاری بهتر مونده که من چرا باید برم استرویکا کار کنم من گفتم اونجا بچه‌ها را که
اما سومی که شما دام استرویتا میگیرین همین سومی مغازین ما زور فرق نه 10,000 روبل فرق میکنه ما به هزار و 10,000 روبل ما اون را نمیتونم جای توزان مونده من چی باید برام کنم دو جهان مغازین در کار میکنم رنگ پر دعوت کنم یعنی خوب بود. آنی ها بهتر بده چی می استرویتا دای و خنتی و عذاب ده تازه اکش رو می هر کسی خدا بچینی فهمیشش تو بچینی همون چیزی میکرده درست. شما یک نفر هستید که اینا با کمیش 4 ماه شد در انگلیه و نیکو بعدی کار در انگلیه رو علاقه در دو جا دیدید، هم در فرما هم در مهمانخانه. با دیگر جوانان تاجیک چی توصیه میتید؟ باید برای مهاجرت مهنتی از روسیه دیده انگلیه خوبتر است؟ هوا که میگم از اینا برای چی برای که همه طرفا شرایط هم خوبه میفهمی که زندگی کردن هم میفهمیدم مقصد در اسیا ما هم 8 ماه کار کردم ولی در انگلیه 4 ماه هم قدر چند خرید بودم قدر راضیم در شما نمیفهمیدی رنگ نه گروه نمیبود تجربه کار میکردی کار کنید نمیفهمیدی نه استراحت نمیفهمیدی نه هیچی را نما 4 ماه دیگه هم فرما هم نارمالی بود نه که وقتی به اینجا کار گذاشتم ای کارم در استراحت هم بسیار شروع نکرد آمدن حرکت نکن میتونه به چنین امکانیتش بیایه 100 بار صبح بچه‌ای بودن که اومدن در اینجا در اسیا ساز کار میکردن 100,000 روبل زیاد کار میکردن و آدم هستن که مثال اوستای ساز بوده اوستای پیش بوده است مثال یا داوی بودن که اون کار دیگه میکردن سودا میکردن یکی حواسه کسی کردن گفتن که میریم خیلی جواب بس میزورای اومدن وقتی که فرما دیدن همش نه مثال بعضی که اون فرما بزرگ داشتن بدن اون فرما مداوا ساعت کاری کم بدین سببی که ما برآمده همون نفران برآمدن فکتوری ما برای که اینجا کار کنی اومدن همیشه که دفتر اومدن و در اسیا کارش میکردن اونجا بود نمیشه برای اون قدر برآمدن هست دیدم که در اونجا هم کار میکنن رسیا در اون قدر شما و کدامی که میپرسم را میگم که همین 100,000 روبل اگر زیاد کار کردنی باشه بتونی در اسیا لوچی انگلیه نه مقصد اگر نتونی بیو ها خطی اگر 100,000 هم بگیری در اونجا ترا توزا نمیمونه هیچ جا قدرم و از خودت بسیار خود کوارتیر هم میتی پتن میتیش میتوش میتی آخر برای تاجیکستان شما همچون یک جوان، یک معلم، یک زباندان چی خدمت کردنه در آینده؟ ای نمیدونم خیلی ادیس من میام اگر شما میکنیم اولش که نمی کارو داگر دستی نه به فکر که بهترین چیز همیه برای که یک کسبی یا یک زندگیش بهتر کنه اما ما اول خدمات خودش بعد ما ثواب شیم اگر اوج همین خودش یک برای ما قیمینه ما یگون کسی همچی در کار هست برای آرامی دل خدمت میکنه صد بگم که کدام یا اون کار برای اون کسی دیگرش که زبان انگلیسی را کار کردن نصیب باشه خاطر همو برادر دیگه که هستن که بیروز که سعدیه و با اونا دما بسیار بچه‌ای که درس داشتن فعالیت هستن ما هم انشاءالله حرکت میکنیم در سطح هم روشن کنیم برای که هسته فهمیش همش باید بکنیم اما قدر ایرس من میگه که یک از یاد بگیریم الله ما باشه. ما با شما برای کار میخوایم